این زن وقتی که شوهر از خانه بیرون شد گفت از خانه بیرون نشو تا زمانی که من از تجارت برنمیگردم. تجارت رنگی دبی خطای در یک هفته نبود، بلکه پای پیاده 6 ماه و 1 سال میرفتند. گفت از خانه بیرون نمیشوی تا زمانی که من نآیم. زنای فرمانبردار خدا ترس که بود گفت میلش به جان قبول. گفت از بین رفت شوهر به تجارت. 1 ماه نگذشته که برادرش آمد گفت پدرم در حالت سکرات مرگ است، بسیار خوب میشه اگه رفته دعای پدر گیری. این دختر گفت برادر عزیز گفت پیغمبر خدا زنده هستند، حیات هستند، شوهرم نیست. رفته کنی از همین معلم بپرس، از همین حبیب خدا بپرس اجازت میدهد که من برای زیارت پدرم روم. وقتی حبیب خدا را آمده پرسید، حبیب خدا چی گفت؟ طاعتها لزوجها خیر من عیادتها لابیها. همین اطاعت شوهر کردنش بهتر است از اینکه پدرش خبر گیرد. دختر قبول کرد. ببین امروز پدر کسل باشد شوهر درک ندارد، الک دختر در خانه آتشه. دویم آمد از بین 1 هفته گذشت، یک کش گریان در آمد. خواهر عزیز گفت پدرم گذشت، در جنازش اشتراک میکنی یا نمیکنی؟ و حبیب خدا را پرس اجازت میدهد یا نمیدهد؟ وقتی نزد حبیب خدا را برادر، حبیب خدا چی گفت؟ طاعتها لزوجها خیر من تشیعها جنازته. بین گفت در همون خانه نشستن و اطاعت شوهر بهتر است که از جنازه پدرش اشتراک کردن. زن قبول کردن، محلش گفتن. از همین بین 1 سال گذشت که شوهر آمد. در حال دختر حادثه را گفتن، شوهر گفتن برای چی نرفتی؟ گفت حبیب خدا اجازت نداد. وقتی جوان دوان به پیش پیغمبر خدا رفت، حبیب خدا چی گفتن؟ ان الله قد غفر لابیها بطاعتها لزوجها. ای جوان عزیز گفت خوش به حالت که آدم خدادار بوده، بسیار زن مسلمان داشته، بسیار زن خوب داشته، لیکن رو به همون دختر خبر بده که پدرش آدم گناهگار بوده است. پدرش آدمی گویم که خیلی سهو و غلطهای زیاد داشت، لیکن خداوند به خاطر احترام همین زن از برای شوهرش از گناه پدرش خداوند گذشت. ببین از گناه پدر پروردگار گذشت. به خاطر چی؟ به خاطر که این زن شوهرش احترام میکنه. البته انشاءالله آن پدر و مادر گورش پرنور است زمانی که داماد از او راضی باشد، زمانی که شوهر دخترش از دخترش راضی باشد.